بگدن با آرایش موی میان نورسان و جوانان معروف است. خصوصا رمز پرچم و نشان ملی به گفته او به بعض جوانان و نورسان پسند می آید. آدمایی که تاجیکستان رو دوست می‌دارن میگن که ما دائما خیلی کشیم. بسیار کسا میکنن خیلی کنیم. فلاگ تاجیکستان مثلا یکی یگان پرچم یگان چی کشید گفته بسیار کس می‌داره. تصویر این نقش ها در سر انسان آسان نیست، زیرا یک حرکت نادرست می تواند تمام زحمت سرتراش را برباد دهد. این зависит от стрижка да کار کار. میشد که 15 دقیقه، میشد که نیم ساعت، میشد که 20 minut. سرتراشخانه او در مرکز دوشنبه است و هر روز موی از 10 تا 15 نفر را آرام می دهد. بگدن نه تنها سر نورسان و جوانان را به رمز و پرچم تبدیل می دهد، بلکه هر چیزی که خواستند آن را در سرشان به قبله می کشد. صورت نشون میده، ویدیو نشون میده، هم خیلی مدام خیلی استریشکا میدم، خیلی کش میگه. بگدن این کسب را با راهنمایی بابایش انتخاب کرد. آرزوی میلیسه شدن را داشت. من کسب вообще اینترس نداشتم. یک ماه یاد گرفتم. از 15-16 سالگی من уже 9 سال شد استادی میکنم. 7 سال روسیه با کار کردم. اما حالا از این انتخاب راضی است. وقتی میکشم نگاه نکردم میکشم ده از دلم داد خیلی. در برابر هواداران هنرش که نسبت دیگر آرایشگران مردان فرق میکند مخالفان زیاد هم دارد. زاقورت هم میکنه هر چی مینویسن. روی همین صورت مثلا با میگم مسلمانان ده خیلی ممکنه است کردن. خیلی کردن نیست گفته بسیار کس گرد میزنند. بگدن حالا در میان منصبداران هم مشتری زیاد دارد. ضمن کوتاه کردن موی سر آنها احتیاط میکند. سریوز نیم بعد خیلی گپی گفتن داشت میترسیم که یگان چی کشینی که عصر 21 پرچسک گفتن داشت میترسیم. روایت نیم. میخواهد در آینده در دوشنبه چند مرکز دیگری آرایش موی داشته باشد.